برادران عزیز، مخلصان مهربان، پیش از نوار سر کردن یک چیز شما را توصیه بودم که شخصانی که داکیومنتاتون تمام شده یا که گرانسه میخواین بگذارین یا که داکیومنتاتون به قریب اومده که باید گرانسه بگذارین، من رقم روی اکران کمپانی را میمونم. کمپانی باوریای رحیم و صابر زنگ بزنین، واتساپ لوبوی فریم زنگ بزنین، روزی میرفتگیتون معین کنین و شما را با احترام پیشواز گرفته برده ساخت سلامت پیشتون میزنن، با آورده به منزلتون میرسونن. کمپانی خوبه، من شما را توصیه میتونم آدمای باوریه. باقی خداوند همتون نگهبان باشه. با شما روی سفید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش یوتیوب. برادران، ویدیو امروز درباره یک موضوع مهم میروه. با دقت تا آخرش گوش کنین. بگذار من 10 بار تکرار کنم، اما شما یک بار تا آخرش گوش کنین بفهمین که ویدیو درباره چه ایروز نچوک فهمید که برای احتیاط به حیات خودتونه. برادران، این همین صورتی که در بر میمونم. برادران، همین ویدیو رو من یک روز پیشکی تماشا کردم یا که 2 روز، ممکن یک روز، یک نیم روز هم که پیشکی تماشا کردم برادران، و فکر خودم گفتم بگم برای مردمی مسلمان. برادران، همین ناوشنیک باعث مرگ همین بچه شید. برادران، شما وقتی که ناوشنیک میگیرین برادران، ناوشنیک فقط در کجا استفاده برده میشه؟ در یک جای بخطری، یعنی در درون جاگات خوابی ناوشنیک تا بمون گوش کن. اگر همون را بفورد، اگر که نفرد همون ناوشنیک گوش نکن، یعنی موزیک گوش میکنی برادر، اون موزیک فقط در اون گوشات سرب میریزن. همین ناوشنیک عموما استفاده نبرین، نه که اگر که چقدر ضروری برای خیلی گپ زدن مایلش، اما برای موزیک گوش کردن چی در کاره؟ من این سخنان رو برای چی گپ میزنم؟ برای که یک رحمتی ناوشنیک در گوش مونده و موزیک گوش کرده میروه در راه الکتریچکا. وقتی که بلند موندگی الکتریچکا سیگنال میده و یک چی میفهمه؟ نمیفهمه. سبب مرگش چی شد؟ ناوشنیک موندگیش و یکمش وقتش رسیدگی، هم وقت روزش همو بوده. نما احتیاط شدن در کار کو برادران. ناوشنیک در گوشاش بلند الکتریچکا میزنه، از دنیا میگذره. برادران، در حقش دعاگو باشین و یک بار دیگه التماس میکنم که نفرانی که راهاتون به جای کارتون مهاجرا را میگم، نفرانی که جای کارتون به درون الکتریچکا میگذارین، حتی زوادو میگذارین، التماس ناوشنیک نمونین همون حالت ده. هرچی بدنش ممکنه، شاید یگان جدا کران یگان چی کشاله شما در داد زده که یعنی ما بیس شما نمیفهمین، باعث مرگتون میشود. شاید ای پشت کماز اومده است. عموما همین آدمایی که کار با جای کارتونه یک خیلی ناوشنیک میزنن، تو جای کارتونه با ناوشنیک میروین. چی در کاره؟ راحت خطرناکه. آدمایی که با تگی واگن میگذارین، با پیش الکتریچکا میگذارین، با درونی وگزالو میگذارین، احتیاط شوین. ناوشنیک نمونین همین حالتو دا. ساخت سلامت برای بر جای کارتون با بمون ناوشنیک. یا جای بی خطری در جای کار میکنی وجود در خیلی ها، اما وقتی که راه دا میگذارین، رای پاییزه میگذارین، با بیخش میروین، فرق نداره. برادر، جای خطرناکه، هرچی ممکنه. یا کران یا شیشه رو برداشته برده است، یا بیتون یعنی مکدیسه در تگی هوای تو اگر ناوشنیک خدی باشه، اگر که تو در داد بزنن که یعنی ما بیستند که نمیفهمی کو، یا که ای پیش تو ماشین 60 خطی اومده است و ترمزش کار نمیکنه، سیگنال میده نمیفهمی چی در کاره. ناوشنیک یا که نمونین یا که یا دونه میمونین خیلی یا دیگه چشم گوشتون هویه و برادر فقط پیش پوتا نگاه نکن، خراسانی پیش تا نگاه کنین بعد بروین. این بسیار سخنای ما تعلق داره با جوانان، برای که مثلا آدمایی که 18-20 بولان اینو خیلی با کمتر میفهمن، اما شخصانی که سن سالتون حال باوی رستگی نیست، 17 ساله، 18 ساله، 16 ساله، 15 ساله هم خیلی بسیار در همین خیلی حالات میشوه. از همین کار احتیاط باشین برادران و زندگیتون پیش برین. باقی خداوند همتون نگهبان باشه. ویدیو رو دراز نمیکنم برادر. و در آخر یک چیز میگم که این رقمای واتساپ ما اگر کدام در کانال یوتیوب اینترسواد باشه، بلاگ گشتنی باشه، واتساپ ما زنگ بزنین. کانال یوتیوب لوبوی نمود داریم، بگیرین پیشروی کنین در سامانه یوتیوب. باقی خداوند همتون نگهبان باشه.